سرگرد، شما باید این را ببینید. چه شده؟ افسر آهسته گفت ما فرهاد را پیدا کردیم. سرگرد پرسید کجا؟ افسر نفس عمیقی کشید و گفت داخل زیرزمین خانه سعید. اتاق کاملا ساکت شد، چون این یعنی فرهاد هرگز از خانه خارج نشده بود و تمام شب در همان خانه بوده است. قسمت 3. صدای قدم‌های پلیس در راهروی خانه می‌پیچید. خانه هنوز بوی شب گذشته را می‌داد، اما حالا هر گوشه‌اش پر از ترس و سؤال شده بود. وقتی خبر رسید که فرهاد در زیر زمین پیدا شده، همه چیز تغییر کرد. چون این یعنی یکی از میهمانها تمام شب در همان خانه بوده است، بدون اینکه کسی بفهمد. ساعت 4:38 عصر. سرگرد حامد وارد زیرزمین شد. نور کم بود. هوا سنگین و بوی نم و رطوبت فضا را پر کرده بود. چراغ قوه را روشن کرد. نور روی زمین افتاد و چیزی دیده شد که همه را شوکه کرد. فرهاد روی زمین افتاده بود، اما او مرده نبود. نفس می‌کشید، اما بیهوش بود. دستهایش بسته نشده بود. هیچ زخمی روی بدنش نبود، اما صورتش کاملا رنگ پریده بود. انگار چیزی وحشتناک دیده باشد. پزشک قانونی بلافاصله بررسی کرد. نبض ضعیف، اما زنده. بعد از چند دقیقه فرهاد را به شفاخانه منتقل کردند. اما قبل از انتقال، سرگرد حامد چیزی دید که همه چیز را عجیب تر کرد. در کنار بدن فرهاد، یک کاغذ کوچک افتاده بود. خیس و نیمه پاره. روی آن فقط یک جمله نوشته شده بود: به او اعتماد نکن. اما نامی نوشته نشده بود. نه معلوم بود درباره چه کسی است، نه معلوم بود چه کسی آن را نوشته. ساعت 5:55 عصر. سرگرد دوباره به سالن اصلی برگشت. روی میز هنوز 4 لیوان قرار داشت، اما حالا یک نکته تازه کشف شد. یکی از لیوانها اثر انگشت نداشت. کاملا تمیز، بیش از حد تمیز. انگار کسی عمدن آن را پاک کرده باشد. در همین لحظه گزارش جدیدی از شفاخانه رسید. فرهاد به هوش آمده بود. سرگرد بدون معطلی راهی شفاخانه شد، چون حالا تنها کسی که میتوانست حقیقت را بگوید فرهاد بود. ساعت 7:12 شب. اتاق شفاخانه ساکت بود. فرهاد روی تخت دراز کشیده بود. چهرهش هنوز ترسیده به نظر می رسید. وقتی سرگرد وارد شد، فرهاد بلافاصله گفت من قاتل نیستم، بدون اینکه کسی سوال کند. و این دومین اشتباه بزرگ آن روز بود، چون فقط کسی که می‌ترسد قبل از سوال دفاع می‌کند. سرگرد آرام گفت دیشب چه شد؟ فرهاد چند ثانیه سکوت کرد. بعد آهسته گفت من چیزی دیدم. اتاق کاملا ساکت شد. چه چیزی؟ فرهاد نفس عمیقی کشید. وقتی همه در سالن بودند، من برای آوردن آب به آشپزخانه رفتم. بعد دیدم یکی از آنها داخل نوشیدنی سعید چیزی ریخت. سرگرد جلو آمد. چه کسی؟ فرهاد چشمهایش را بست. انگار یادآوری آن لحظه برای او ترسناک بود. بعد آرام گفت من صورتش را کامل ندیدم، اما مکث کرد. اما چه؟ او دستکش پوشیده بود. این جمله همه چیز را پیچیده تر کرد، چون هیچ کس در مهمانی دستکش نداشت. حداقل هیچ کس نگفته بود. سرگرد پرسید بعد چه شد؟ فرهاد گفت وقتی مرا دید برقها برای چند ثانیه خاموش شد. سرگرد ناگهان یاد گزارش دوربین افتاد. 4 دقیقه خاموشی دوربین. همان زمان. فرهاد ادامه داد وقتی برق برگشت کسی پشت سرم بود.
چه کسی؟ نمیدانم، فقط یک ضربه به سرم خورد و دیگر چیزی نفهمیدم. اتاق دوباره ساکت شد. این یعنی قاتل نه تنها سعید را مسموم کرده، بلکه فرهاد را هم بیهوش کرده و او را به زیرزمین منتقل کرده است. اما یک سوال بزرگ باقی مانده بود. چرا او را نکشت؟ چرا زنده گذاشت؟ در همین لحظه پرستار وارد اتاق شد و یک پاکت کوچک به سرگرد داد. این را از لباس فرهاد پیدا کردیم. سرگرد پاکت را باز کرد. داخل آن یک کلید کوچک بود. کلیدی فلزی با شماره B12 روی آن. سرگرد پرسید: این چیست؟ فرهاد با صدای لرزان گفت: این مال سعید است. کلید چه چیزی؟ فرهاد آرام گفت: یک صندوق که در زیرزمین پنهان کرده بود. همه چیز ناگهان سنگین شد، چون حالا یک راز دیگر وجود داشت. صندوقی مخفی در زیرزمین. صندوقی که هیچ کس درباره آن چیزی نگفته بود، حتی سعید به دوستان نزدیکش. ساعت 8:45 شب سرگرد دوباره به خانه برگشت. این بار مستقیم به زیرزمین رفت. کلید در دستش بود. چراغ قوه را روشن کرد. نور روی دیوارها حرکت کرد تا اینکه چشمش به یک در کوچک فلزی افتاد. دری که قبلا دیده نشده بود. قفل روی آن شماره B12 داشت. همان شماره‌ای که روی کلید بود. سرگلد نفس عمیقی کشید. کلید را داخل قفل گذاشت. صدای تق، در باز شد. اما چیزی که داخل آن صندوق بود، هیچ کس انتظارش را نداشت. داخل صندوق چندین پوشه ضخیم قرار داشت و روی اولین پوشه نوشته شده بود: پرونده‌های شخصی. اما وقتی اولین پوشه باز شد، چیزی دیده شد که همه چیز را تغییر داد. داخل آن عکس‌های مخفیانه از مهمان‌های همان شب بود. کامران، لیلا، نادر و حتی فرهاد. عکس‌هایی که نشان می‌داد سعید مدت‌ها آنها را زیر نظر داشته است. انگار صدای ورق خوردن کاغذها در زیر زمین میپیچید. سرگرد حامد روی زانو نشست. پوشه ها را یکی یکی باز میکرد. هر پوشه یک راز تازه داشت و هر راز نشان میداد که سعید سالها چیزی را پنهان کرده بود. اولین پوشه، نام کامران روی آن نوشته شده بود. داخلش چندین عکس وجود داشت. عکس‌هایی از ملاقات‌های مخفی، قرارهای شبانه، با مردانی که چهرهشان مشخص نبود. اما عجیب‌ترین چیز یک رسید بانکی بود. رسیدی که نشان میداد کامران بدهی بزرگی داشت. بدهی که اگر پرداخت نمیشد، ممکن بود زندگیش نابود شود. عدد روی رسید بیش از حد بزرگ بود. آنقدر بزرگ که می توانست دلیل یک قتل باشد. سرگرد آهسته گفت: پس تو مشکل مالی داشتی. اما این فقط شروع بود. پوشه دوم نام لیلا روی آن بود. وقتی باز شد، چند برگه رسمی دیده شد. برگه هایی از یک شرکت دارویی، اما در میان آنها یک نامه اخراج وجود داشت. نامه‌ای که نشان میداد لیلا چند ماه قبل از کار اخراج شده بود. دلیل اخراج: استفاده غیرقانونی از مواد آزمایشگاهی. و یکی از همان مواد، دقیقاً همان سمی بود که در بدن سعید پیدا شده بود. سرگرد آهسته نفس کشید، چون حالا اولین ارتباط مستقیم با سم پیدا شده بود. پوشه سوم، نام نادر. وقتی باز شد، عکس‌هایی دیده شد از یک حادثه قدیمی، یک تصادف، یک ماشین شکسته و در کنار آن تصویر مردی که روی زمین افتاده بود. در گزارش زیر عکس نوشته شده بود: تصادف عمدی، پرونده بسته شد. اما نکته عجیب، نام سعید در گزارش شاهدان آمده بود. یعنی سعید از گذشته نادر خبر داشت و شاید او را تهدید می کرد. اما عجیبترین پوشه آخرین پوشه بود. نام فرهاد.
وقتی سرگرد آن را باز کرد، چند ثانیه کاملاً بی حرکت ماند، چون داخل آن چیزی دیده شد که هیچ کس انتظارش را نداشت. یک عکس قدیمی. عکس سعید در کنار یک مرد دیگر و آن مرد پدر فرهاد بود. سرگرد آهسته گفت: این دیگر چه داستانی است؟ در کنار عکس یک گزارش قدیمی وجود داشت، گزارشی از 15 سال قبل. در آن نوشته شده بود: پدر فرهاد در یک معامله تجاری شکست خورده و تمام داراییش را از دست داده است. اما نکته مهم، نام شریک تجاری او سعید بود. یعنی سعید و پدر فرهاد شریک بودند و بعد از آن شکست پدر فرهاد ورشکست شده بود. حتی چند سال بعد خودکشی کرده بود. این یعنی فرهاد یک انگیزه شخصی داشت، انگیزه‌ای که سالها در دلش مانده بود: انتقام. اما داستان هنوز تمام نشده بود. در ته همان پوشه یک نامه دستنویس وجود داشت، نامه‌ای که ظاهراً توسط خود سعید نوشته شده بود. سرگرد نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد. اگر این نامه را می‌خوانی، یعنی من دیگر زنده نیستم. من سالها اشتباه کردم. به کسانی اعتماد کردم که نباید می‌کردم و کسانی را نابود کردم که سزاوارش نبودند. اما حالا حقیقت نزدیک است. همشان دروغ گفتند. سرگرد نامه را بست و به دیوار تکیه داد، چون حالا یک حقیقت روشن شده بود. سعید دشمنهای زیادی داشت و هر کدام دلیلی برای نفرت از او. اما درست در همان لحظه صدای قدم‌های عجولانه از پله‌ها آمد. یکی از افسران پایین دوید. نفس زنان گفت: سرگرد، ما یک چیز مهم پیدا کردیم. چی؟ افسر گفت: تصاویر جدید دوربین همسایه. سرگرد فوراً بالا رفت، چون حالا ممکن بود قاتل دیده شده باشد. ساعت 9:30 شب در اتاق بررسی تصاویر همه ساکت بودند. ویدئو شروع شد. تصویر تاریک، باران،